حضرت دوست که هر آنچه از او رسد نیکوست، به شرط آگاهی. با عرض سلام و ارادت خدمت شما یارانم. اگر خاطرتون باشه 2 روز قبل مبحث انتقاد رو باز کردیم، صحبت کردیم در رابطه باهاش و الان میخوایم مربوط به این بحث از یک مهارت صحبت بکنیم. چی کار کنیم که کمک کنیم همسر انتقادگر ما کمتر این کار رو انجام بده؟ چی کار کنیم؟ با قبول سهمی که تو رابطه زناشویی داریم در ارتباط با انتقادهای همسرمون میتونیم یه کار خیلی قشنگ بکنیم. اینکه وقتی اون شروع میکنه به انتقاد کردن، ما مثل اینکه یک چوب جادویی بهمون خورده باشه از تو خالی بشیم، در لحظه از خودمون خالی بشیم. حالا این از خود خالی شدنه یعنی چی؟ یعنی هر بار که او شروع میکنه به انتقاد کردن من از خودم خالی میشم، یعنی اصلا اونجا حضور ندارم. منی نیستش که بهش بر بخوره، منی نیستش که بره تو گارد، بره تو دفاع و در برابر انتقادهای او ایجاد تعارض و اختلاف بکنه. حالا این خالی شدن از خود نتیجه چی میتونه باشه؟ نتیجه این خالی شدن از خود میتونه این باشه که در لحظه‌ای که اون شروع میکنه به انتقاد کردن من همه سعیمو میکنم که اون آدم رو درک کنم، چون وقتی منی نیست همه اوست دیگه، درسته؟ حالا چه مدل درک کردنی؟ یعنی هر بار که اون شروع میکنه به انتقاد کردن من اونجا نیستم، منی وجود نداره که بهش بر بخوره، منی وجود نداره که بره تو گارد، بره تو دفاع، منی وجود نداره که در برابر انتقادهای او ایجاد تعارض و اختلاف بکنه. پس نتیجه چی میتونه باشه این خالی شدن از خود؟ نتیجهش اینه که منی وجود نداره، پس به من بر نمیخوره. وقتی اون شروع میکنه به انتقاد کردن من همه سعیمو میکنم که اون آدم رو درک کنم، چون منی وجود نداره همه اوست دیگه، درسته؟ حالا چه مدل درکی؟ این که وقتی شروع میکنه به انتقاد کردن همین الان همین لحظه کدوم نیاز عاطفی، اجتماعی، انسانی و بر حق تو ناکام مونده که حالش بد شده و به غر و توهین و تحقیر و سرزنش روی آورده. دوستای خوبم، همیشه وقتی که ما انتقاد میکنیم یکی از نیازهای سالم ما به دلبستگیمونه که برآورده نشده اون پایین و به ما فشار آورده و ما این فشار رو از طریق انتقاد بیرون میریزیم. آیا تو اون لحظه که همسر من داره انتقاد میکنه احساس ارزشمندی رو از من، از بچه‌هاش، از اجتماع، از کارش گرفته؟ آخرین باری که نوازش کلامی و نوازش بدنی از من گرفت و حس کرد که مفیده کی بوده؟ آخرین باری که تو چشماش نگاه کردم و گفتم همسرم خیلی خوشحالم که تو زندگی من هستی کی بود؟ آخرین باری که با یه شاخه گل یه یادداشت قدردانی کوچیک بهش دادم کی بود؟ پس با دانش آگاهی اینطور میشه که هر وقت اون شروع کرد به انتقاد کردن من از خویشتن خودم خالی میشم و سعی میکنم به جای اینکه از خودم دفاع کنم اونو درک کنم و بیام بگم که کدوم نیاز اون برآورده نشده پشت این انتقاد که داره این شکلی برون ریزیش میکنه. پس بچه ها تمرین کنید، تمرین کردن رو شروع کنید. پس شروع کنید به تمرین کردن حتی اگر سخت است. مسلما روزهای اول سخته، مثل نواختن اولین آهنگ روی یه ساز موسیقی، اما خسته نشید و ادامه بدید.
من بهتون قول میدم که دنیاهای تازه‌ای درهاش به روی شما باز میشه در رابطه با همسرتون. و میتونم بگم که احتمال قوی سرزنشگرترین و خشنترین انسان‌ها هم اگر انتقاد و سرزنش میکنن فقط عشق عمیق دریافت نکردن. پس این تمرین رو امتحان کنید.